مرد سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، داغ شرابی مست را در شکم زیر و بدر کن. بلبل پرورده به کنج قفس درآ، نغمه آزادی نور بشر را وز نفسی عرصه این پاک توده را پرشرف کن، ناله سر کن. ظلم ظالم جور فریاد، آشیانم داده بر باد. ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. نوبهار است گل ببارد، اشک چشمم ژاله‌بار است. این قفس چون دلم تنگ و تار است، شعله فکن در قفس آه آتشین. دست طبیعت گل عمر مرا مکن، جان عاشق نگه تازه کن عزیز. بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر کن. مرغ بیدل شرق من مختصر 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 کن. بهروزم رفتن تو گواهی برای وجود خدایی که کودان را برای خود میگیرد و در حدیث امنسی میسپرد. بدیل ساحتی که برای دوستان است، از فراغ همکشی و شیرین شکرفشانی‌های است و غمی برای پدر و مادر عزیز است که کس را یارای درکان نیست. اما به مصداق توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. بر خدای ادامه توکل میکنند و خویشتن خویش را تسلی میبخشند که او خود بهترین انتقام گیرندگان است. بهنودم بگو آنجا که هستی شاد هستی، در آن سوی حیات آزاد هستی. هوای نوجوانی خاطرت هست، هنوز هم عشق می‌پند در سرت هست. بگو آنجا که هستی حرفه‌ای نیست، طرف تقدیر سر مستقبلی نیست. کسی جز شعورت نیست آنجا، تجاوز بر مرورت نیست آنجا. اگر که عزیز دلهامان تنگ است، برای خنده‌های شاد از قلب رهبرون است. تنگ است برای نوای خوش موسیقی است، غرور نوجوانی است، بغض نهفته در درون است، قدرت و تحکم اراده است، شوق برنامه‌هایی که در سر داشت، زیبایی اندیشه زمین همگان و همواره میراث گرانبهایی برای همه آنانی که بر مجنونیت تو گرفتند. رها از این تکلف بودن پرستار، جدی و ایریا بودن دستار و تلاش با خانواده و با دوستان نشان از قدرت شعور و آگاهی وقتی برانگیز است. عزیز دل،
که تنین پرواز تو زنگار بدبختی و غفلت‌هامان را برکند و در آزادگی از شجاعت و غرور از سرگیری. عزیز جان، چقدر مصر بودی که آموخته‌های درسی و استعداد عالیت را در کلاس‌های خصوصی به کار گیری و طالب این بودی که فرصت‌هایی به ترتیب دل معرفی کنند و تصویرت می‌کردم و شک نداشتم که تو بهترین نمایی شد. چرا که دنیای افزون آموختن و یاد دادن بودی و امروز می‌بینم کلاس درسی که تو ارائه کردی وسعتش از حد یک کلاس خصوصی ساده تا افق بیکرانه‌ها فراتر رفته می‌رود. کلاسی است به وسعت تاریخ که همواره در بستر زمان جاری و ساری. ما محجوب از آنیم که آموزه‌های تو معلم نوجوان و بی‌بااندیش ما درک آزادگی و افتخار است و ورود به کلاس معرفت شناختی تو هیچ حد و منزلی نداشته و محدودیتی برای هیچ گروه سنی قائل نیست. یقین دارم جایگاه بالایی در بهشت بخشیدگان در انتظار تو، چرا که پیامبر سوره اسلام فرمودند اربع الناس فی اربعة اوسر او عالما او مستعلما او مستمعا او محبا، که رفیع‌ترین مردم کسانی اند که یا عالم به علم یا آموزش تحصیل علم، مستمع و یا محب علمی باشند و بدون شک تو از جمیع این خطایا بهره‌مند. ای افتخار خانواده، صدای رسایت در ترانه‌های جهان خبر از بغض نهفته در گلویت دارد، اما نخواستی در کنج عزلت بشینی و سکوت پیشه کنی که هرچند شبها و روزهایی سکوتت را با زمزمه‌های عاشقانه از پیام مولانا و حافظ می‌شکستی. آن بیخبران که دور نحوی سفتند در چرخ و انواع سخنها گفتند، آگه که نگشتند و اسرار جهان اول زمکی زدند و سرخفتند. آن روز که کوثر فلک بین کردند، آرایش مشتری و پروین کردند، این بود نصیب نازنینان قضا، ما را چه کند قسمت ما این کردند. تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد، چند دسته هر زشت و نکو خواهی شد، گر چشمه زمزمی و گر آب حیات، آخر که دل خاص رو خواهی شد. تا راه قلندری نتویی نشود، رخساره به خون دل نشویی نشود. سودا چه کسی که چون دلسوختگان آگاه به ترک خود نمودی نشود. به پیر میکده گفتم چیست راه نجات، بساز جامعه خود به پوشیدن. چنان به میکده خواهند باز این مجلس که بعد این عملان واجب است نشنیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زلف‌فروشان خطا بوسیدن.